واکنش حیوانات مختلف در شرایط بیوزنی. شماره 1، قورباغه ها. وقتی توی محیط بیوزنی رها شدن کاملا گیج شدن، چون نمیدونستن زمین کجاست و شروع کردن به بالا و پایین پریدن. شماره 2، گربه ها. ناسا چند تا از گربه ها رو تو محیط بدون جاذبه رها کرد. مثل قورباغه ها اونا هم گیج شدن و نمیدونستن باید کجا فرود بیان. شماره 3، مارها. حتی مارها هم توی این شرایط بیوزنی آزمایش شدن، اما نتیجه جالب بود. بدنشون به هم پیچیده شد و گره خورد، چون توی بیوزنی دچار استرس میشن و خودشون رو گره میزنن. شماره 4، سگ‌ها. برخلاف بقیه سگ‌ها اصلا اهمیتی ندادن که جاذبه هست یا نه. راحت و با آرامش شروع کردن به حرکت توی فضا. شماره 5، کبوترها. کبوترها سعی کردن تو بیوزنی پرواز کنن، ولی بیشتر شبیه به بالبال زدن بی هدف بودن. شماره 6، موش‌ها. اما وقتی موش‌ها وارد بیوزنی شدن تصمیم گرفتن جاذبه مخصوص خودشون رو بسازن.